تو این کشور دیگه زنده رسیدن هم شده یه معجزه. یعنی باید خدا رو شاکر باشیم که میتونیم یه روز دیگه زنده بمونیم، یا میتونیم حداقل به مقصدمون برسیم، از یه جا سوار بشیم داریم میریم یه جای دیگه بتونیم زنده بمونیم. این همش دیگه معجزه است. البته اینجا سلام، من مجیدم، خوش اومدیم به کانال من. جا داره تسلیت بگم، قتل الهه حسین نژاد و دختری که 24 سالش بود و از محل کارش از تهران میخواست بره اسلامشهر، سوار ماشین شد و دیگه به مقصد نرسید. خیلی واژه کمیه تسلیت. واقعا فکر کنم ما دیگه تو کشوری داریم زندگی میکنیم که مردم گشنه نیستن، انگار فقط گشنه نیستن، مردم مریضن، مردم سیاه شدن، مردم دیگه اون عشق رو ندارن، اون انرژی رو ندارن، اون فرکانس رو ندارن. تو این کشور هر روز داره یه چیزی ازمون گرفته میشه. سال 98 خواهر دیگه‌مون بود. امسال که نه، همین چند روز پیش الهه خواهر دیگه‌مون ازمون گرفت. خیلی ناراحتم، واقعا خیلی ناراحتم. من تازه یوتیوب شروع کردم و ویدیوهای اولم هم هست. دوست ندارم هیچ وقت با ناراحتی بیام. من کلا اصلا آدم زیاد ناراحت و دپرسی نیستم که تازه بخوام بیام نشونش بدم اینو، ولی واقعا خیلی ناراحت بودم و دوست داشتم این ویدیو رو ضبط کنم که بمونه و تایتل الهه حسین نژادم بمونه و خواهد مون، تا آخر عمر خواهد مون. دوست ندارم فقط این اتفاق یه تیتر باشه و تموم بشه بره و هممون یادمون بره. این ویدیو اینجا میمونه تا سالهای آینده، مگه اینکه دیگه یوتیوب خودش بیاد سرور رو منفجر کنه یا ما رو پاک کنه یا هزاران داستان دیگه. فکر کنم این درد فقط برای یه نفر نیست، برای هممونه. یعنی هممون واقعا ناراحتیم. میگم واقعا چیزی برای از دست دادن نداریم. همه یه چیزی تو مرده، فقط انسانیتمون زنده است. الهه دختری بود که فقط میخواست بره محل کارش، میخواست بره خونه. حالا توی خبرها هم نوشته که فقط میخواست بره از داداش معلولش مراقبت کنه. یعنی اصلا خیلی این چیزا قفله. یعنی چرا باید یه دختر 24 ساله که داره کار میکنه، داره زندگی میکنه، مثل من، مثل تو، مثل خیلی های دیگه‌مون، ایده‌هایی تو سرشه، دوست داره شاید تو آینده ازدواج کنه، بچه دار بشه، یه زندگی آروم داشته باشه، یه خونه نقلی داشته باشه، هیچ چیزی نیست واقعا این که آدم دغدغه داشته باشه که نبینه حتی این چیزا رو، یا جوری بشه که تو سوار تاکسی بشه دیگه حتی به مقصدت هم نرسی و کشته بشی وسط راه. برای چی؟ برای گوشی. حالا میگن گوشی بوده، یه سری میگن گوشی بوده، یه سری میگن حالا به خاطر میل شوم انسانی اون شخص بوده. همه اینا درست، من قبول دارم خیلی کار اشتباهی بوده. اون طرف هم حالا کنسنترین آدم دنیا بوده که این کار کرده، اوکی، ولی ما از درون مشکل داریم انگار. ما خیلی مشکلمون ریشه‌ایه. ما 40 و اندی سال مشکل داریم. مردم ما واقعا مریض شدن. مردم ما چیزی به اسم عشق، انسانیت توشون مرده. همه تبدیل به زامبی شدن. زامبی شدیم، شاید منم باشم، شاید تو هم باشی، ولی حالا نه در این حد که بخوایم مثلا همچین کارایی بکنیم و فلان. دوست ندارم این قضیه فقط یه خبر بمونه، فقط یه تیتر بمونه و همه یه ما دو ما دیگه یادمون بره و بخندیم و بگیم اوکی و فلان. باید واقعا با خیلی از این بالاترها برخورد بشه. حالا طرف میگن توی توییتر پخش شده بود که توی اسنپ کار میکرده، چجوری با ماشینی که مال خودش نیست، پلاکی که مال خودش نیست، توی اسنپ ثبت نام کرده، توی اسنپ داره کار میکنه. اصلا این داستان نباید اتفاق بیفته. همینجا منی که الان تو گرگان دارم زندگی میکنم، کنار فلکه ترمینال جایگاه اسنپ هست. حالا اسنپ باید بشنوه این ویدیو رو. هر کی که بره اصلا با یه پول کوچولویی ثبت نام میشه تو اسنپ و میتونه کار بکنه. اصلا توی پیشینه نگاه نمیکنن توی پیشینه رو. طرف اصلا چی کاره نمیدونم، ماشین مال خودش نیست. خیلی وضعیت بدی داریم. یعنی منی که پسرم فشه رو نکش به قول رضا پیشرو.
منی که پسرم به خدا شب میخوام ماشین بگیرم از جایی برم جایی، یا اصلا پیاده میخوام برم جایی، من میترسم. منی که 27 سالمه، منی که میتونم از خودم دفاع کنم، منی که اصلا چیزی برای دست دادن ندارم، ولی میترسم. من زنده موندنم واقعا دیگه چی میگن، یه لطف الهی شده انگار. وسط تلفن منم زنگ خورد، کلا رشته کلام از دستم خارج شد. زیادم فکر کنم 6 دقیقه هم شد دیگه، زیادم پرحرفی نکنم. ویدیوهای اولم هم هست، خیلی هم حالتون رو بد نکنم. اینجا بیشتر محیط کانال ما بیشتر فان و سرگرمی و چیزای خوبه، یعنی دوست ندارم چیزای منفی زیاد توش قرار بگیره. ولی بازم تسلیت میگم، نمیدونم چند بار گفتم ولی بازم تسلیت میگم به جامعه کل ایران، به همه جوانایی که واقعا انگیزه دارن، امید دارن، باهوشن. جوانای ایرانی واقعا دارن خطر میدن، واقعا دارن سوخت میدن. امیدوارم که همه چی خوب بشه. امیدوارم یه روزی بیاد که سرمون رو بالا بگیریم به اینکه ایرانی هستیم، به اینکه همدیگه رو داریم، افتخار کنیم به هم. حتما کانال ما رو سابسکرایب کنین. کاکشوز به زودی با محتوای فاخر زیادی قراره که بالا ها بیاد و قرار خیلی بیشتر ما رو ببینیم. و امیدوارم که دیگه این پیرن سیاه رو نبینیم. مثلا هم یه چیزی هم که همین الان میذاریم فقط برای اتفاقات بد و چیزی که با امیدوارم که اصلا بیش نیاد، یعنی هیچ وقت نخوام ویدیو بدی دیگه ضبط کنم. لباس سیاه میپوشیم. دوست دارم مواظب هم دیگه باشیم. یه نکته دیگه هم همین الان به ذهنم اومد و دیده بودم امروز، اینه که اصلا ساعت 12 به بعد، مخصوصا حالا دختر خانوما 12 1 اینا اصلا تنهایی که اصلا بیرون نرین. حالا 2-3 نفری میرین بازم مواظب خودتون باشین، ولی سوار ماشین هیچکی نشین، به هیچکی دیگه اعتماد نکنین، حتی به دوستایی که مثلا چند ماه میشناسین اصلا اعتماد نکنین. خیلی وضعیت شیر تو شیر و قاراش میشه. سعی کنید فقط مواظب خودتون باشین، مواظب 2-3 تا از دوستایی که واقعا فکر میکنین تا آخر اون باهاتون هستن، با اونا فقط باشین و خانواده. هیچ کی دیگه انقدر نمیتونه مهم باشه که شما انرژی و وقت و زندگیتون رو براش بذارید.